مجید بگی بیارش کلا. مجید بغلش کن بیارش. مجید بغلش کن بیارش. کاری نمیتونه با ما بکنه. بیا پاهاشو بگیر حالا اون گردن خودشو پرت کنین هوا. نه خودش فرار میگیره تا مجید میگیره تو حالت نه نمیگیره. ها پاتو بذار رو گردنش. نه مجید زیاد چرا بذار فشار بده داداش میگه خودشون. آقا میگیره. مجید قشنگ پاتو بذار رو سرت. این همین خومی اومد. بابا باید با چاقوی قیچی چیزی ببریمش. قیچی بذار رو پات نذاریش میگیره. چاقو بیا. چاقو بیا آقا خفه بشه. چاقو نداری بیا بابا چاقو بده. نه. سرش بکن. مجید دست بذار بغل گردنش. دست بذار نمیگیره زیر کار گردن. نمیگیره. خدا میگیره. دست سوزش نبریه. نه الان نمیتونه نفس بکشه. چرا در میاد اصلا مجید جان سرشو بکن تو آب خیس بشه بکش بیرون داداش راحت. بابا مجید خودتون اذیت می‌کنی. داداش نگو. نکن همون کاری که او چاقو خیلی تیزا. فقط یه ذره راه باز نه کردم همون که که گرفته تو همین در. مجید پاتو بذار مثل گوسفند می‌بری. قشنگ بذار. مگه مجید قصاب. بیان کنار آقا نرم دور برو حیوان بابا ولش کن. پاتو محکم بگی که در نمیاد. چرا در خفه نش نبری گردنش. داره در میاد. نمیه برو آقا برو. داره در میاد. زود دیگه اون داره خفه گردنشو با چاقو ببریم. نه نمیشه نزدیکم خیلی گرم. صبر کن. بگی دستشو بکش عقب پوستش کش بیاد. پاتو محکم بذاری یا بره یک دو سه. دم احمد میشه.